رادیو همراه. بفرمایید. بر شما دکتر با من هستیم؟ بله خواهش کنم بفرمایید. من الان با افتخارم دوباره میتونم با شما صحبت کنم. دیشبم که با مادرم صحبت کردیم و من بذارید یه توضیح کوچکی عرض کنم. دیشب مادر شما روی خط آمدن و اگر اشتباه نکنم گفتن 57 سالشونه، با پدر شما که 59 سالشونه ازدواج کردند و متاسفانه از آغاز پدر برای مدت‌ها و از چند ماهی میرفتند و با خانم‌های دیگری بودند و برمیگشتند و به هر حال این وضعیت ادامه پیدا کرد و یه دختری فکر کنم 30 ساله که شما هستید دارن، اما اخیراً پدر میخواد مادر رو طلاق بده و حتی حقوق و آنچه که متعلق به او هست رو بهش نده و بره با خواهر مادرتون که خاله شما هستن و 60 سالشونه ازدواج کنن و چون خاله هم مدتی است از همسرش جدا شده و فرزندی هم نداشته میخواد با پدر شما ازدواج کنه و در سن 60 سالگی صاحب فرزند بشه و گفتگوی من با مادر این بود که شما احتمالاً باید خیلی زودتر جدا می شدید، کاری به اون ندارم، و حرف این بود که خب فقط حقوق خودتون رو بگیرید و نگذارید که در این زمینه دیگه علاوه بر همه اون حرفا و آسیبها و همه اون بدیها، اون چی که متعلق و مربوط به شما هست هم ازتون گرفته بشه. خوشبختانه شما هم روی خط آمدید و آنچه را که مادر در مورد پدرتون و خالتون بیان میکرد رو به نوعی تایید کردید و اگر واقعا این ماجرا مجموعش همینه، این چیزی بود که من شنیدم و به همین جهت بود که چون در قسمت آخر کوتاه شما آمدید گفتم اگر هم در این باره حرفی دارید هم در موضوعهایی کاملا مرتبط به خودتون موضوع و مسئله دارید خوشحال میشم باتون صحبت کنم که خوشبختانه امروز تونستید و روی خط آمدید. و حالا با توجه به این مقدمه اولا اگر شما میخواید حرفی بزنید، توضیح بدید، تغییری بدید یا من چیزی رو اشتباه کردم تصحیح کنید، اگر نه از اون بگذاریم بریم سراغ آنچه که خود شما تصمیم گرفتید و به خاطر اون لطف کردید تلفن کردید. بله دکتر، دقیقا چیزی که شما و من فکر میکنم که خیلی از عزیزایی که گوش کردن اصلا احساس کردن که یا ما توهم داریم یا چیزی اصلا شاید داستان باشه و این من خودم تو این سن واقعا شوک شدم، به علاوه زندگی که کلا در این 30 سال از بچگی. خب میخوام که توضیح بدم. یه صدایی هست اونجا، اون صدای اضافه چی عزیز؟ صدای سگ بیرونه. یه کاریش اگر نه که سگ کاریش بکنی یه جوری بشه دری بسته باشه، یه جای دیگه برید که صدایی نیاد، چون دیگه نمیدونم ساعت 3:30 بعد از نصف شب یا 4 نمیدونم که در ایران این سگ چه کار میکنه، اون نگرفته بخوابه؟ نه دیگه اینجا فعلا کسی خواب نداره، من خاطر کرونا خب بیشتر قرنطینه هستم در کار. بذارم نزدیک گوشی باشید، صداتون خیلی شفاف نیست، اگر ممنون میشم کمی هم بلندتر صحبت کنید، ولی بفرمایید من در خدمتتونم. جان الان اگه بهتر شد دکتر؟ بسیار خوب شد، مرسی. دکتر این که آخر عاقبت فعلا زندگی ما و من از بچگی دکتر خب تک بچه بودم، بزرگ شدم تا سن من 6-7 سالگی پیش مامان بزرگم بزرگ شدم و اصلا صبر کنید چرا با مادر و پدر نبودید؟ مادر من یه شخصیت تقریبا میتونم بگم مهرطلبه و مستقل بود، ولی خب صبر کنید. مهرطلب اصلا مشخصی اصلیش وابستگیه، مستقل نیست. دوم که یه دونه دختر داره، یه دونه بچه داره، این رو هم میده به مادر بزرگ که حالا نمیدونم مادر مادریست یا مادر پدری، و شما 5-6 سال اونها بزرگتون میکنن. چرا؟ بله دکتر، نمیدونم دکتر، اینم داستان زندگی منه که من ببینید چقدر
به قول شما شکسته پا و دستم، ولی نه خب من بذارید بفهممتون. پدر میره این ور اون ور، مادر تو خونه نشسته، بچه‌ش هم داره دست مادرش، خودش تنها تو خونه نشسته. آی دکتر نه، مامانم میرفت دانشگاه، یعنی کار که میکرد، بعد که برمیگشت دیگه کلا تو خونه بود و منو نگهداری نمیکردم، به خاطر اینکه شدیداً با هم دعوا داشتن و پدرم به خاطر خانوادگی و این مدام دعوا و الکل و تریاک و اینجور چیزا، یعنی اصلا من با این چیزا بزرگ شدم و پیش مامان بزرگم بودم. و بدتر از اون این بودش که رفتم از 10 سالگی 9 سالگی پیش خالم زندگی کردم، همین خاله‌ای که در این سن کارا رو کردن و اینا، و من پیش اون زندگی کردم تا سن 18 سالگی. و دکتر میخوام براتون بگم که تو اون سنین من چیزایی رو به چشم دیدم و حرفایی رو شنیدم که کاملا شستشوی مغزی شدم و جوری بود که من اصلا پدر مادرم اون چنین نمیشناختم، یعنی چیزی به عنوان تربیت، چیزی به عنوان خب اونا نقشی هم نداشتن عزیزم. شما تو 5 6 سالگی به مادر بزرگ، بعد از اون میرید خونه خاله، اونجا بزرگ میشید تا 18 سالگی. پدر مادر شما یه بچه دارن. مادر شما حرفش این بود که شوهر من 4 ماه 6 ماه دفعه میرفت با یه خانمی نبود. ایشون چرا بچه‌شو نمیخواست خودش نگه داره؟ اونم نه آخه 18 سال. و بعدم بقیه، بعدم شما به من میگید که مادر من مهرطلب بود. مهرطلب میخواد نشون بده که چقدر خوبه، مهربونه، مواظب، مراقب، دلسوزه، 4 برابر بیش از بقیه مواظب بچه‌هاشه. این نه دکتر جون، مثلا برای عزیز، برای فک و فامیلش، برای همین شوهر توفش و برای خواهرش، یعنی برای من اصلا آخه میدونم آخه بقیه چرا عزیز من؟ نه صبر کن عزیز من نمیفهمم. یه مادری بچه خودشو نخواد بده دست مادرش یا بعد بده دست خواهرش بزرگ کنه تا 18 سالگی، بعد بیاد مثلا آش برای این بپزه، نمیدونم ظرفای اونو بشوره، بعد میشه محبوب بقیه. خب همه برمیگردن میگن این چه زنیه که بچه‌شو نمیخواد، بچه‌شو یکی دیگه بزرگ میکنه، یه دونه بچه، یه دونه دختر. آخه ایشون چگونه میتونست تو جامعه جایی بیفته؟ ببین باز 2 مرتبه داستان شما غیر عادیه عزیز. دکتر متاسفانه من تو این زندگی، حالا دکتر من میخوام اینو بهتون بگم که من هم شخصی خورد شدم، هم از طرف پدر و مادر نداشتم. من دکتر تو سن 14 سالگی خب با دوستای زیادی معاشرت میکردم، مدرسه و اینا، و مورد تجاوز برگشتم. از جانب کی؟ از جانب بچهای همسن و سالتون یا آدم بزرگسال و فامیل آشنا؟ نه، مهمونی چند تا دعوت می شدیم و یا آقای بود که حالا اسمشو نمیارم. نه معلوم اسمشو نباید بیاری. نه چند سال از شما بزرگتر بود؟ تقریبا 10-12 سال. خب این یه بار اتفاق افتاد؟ چند بار اتفاق افتاد؟ شما هم یه نوعی دکتر من ادامه دادم. من موقعی که اتفاق افتاد اصلا نمیگم نه خاله ای داشتم نه مامانی، نه هیچی، میتونستم به هیچ کسی نمیگفتم چون سنم کم بود. و بعدش حالا چرا حالا صبر کن. نه ببین عزیزم، تو 14 سالت بوده، اون آقام در 12 سال از تو بزرگتر بوده، با تو رابطه داشته. درسته که شاید حتما غلط بوده، بد بوده، یه نوع تجاوزه، ولی خب خیلی از اوقات آدما تو این سن و سالت تو ایران ازدواج میکنن. بنابراین اگر تو در رابطه با اون آدم در یه رابطه جنسی شدی، چرا اسمش تجاوز میذاری؟ میتونه یه اشتباه باشه، میتونه یه کار بد و غلط باشه، ولی تجاوز که نبوده. نه دکتر متوجه حرفتون هستم، تجاوز بود، به خاطر اینکه آخه بعدش خودت هم ادامهش دادی. ایشون به من ایشون به من دسترسی کردن و من حتی خواهش میکنم این کارو نکن چون من برام خیلی مهمه، خانوادم یه حساسایی رو این قضیه هستن و این کارو کرد و بعد من احساس وابستگی و عشق و اینا مثلا بهش پیدا کردم. من حرفم همینه. به هر حال بعد شما دیگه به هر حال این رابطه رو به صورت اون چی که یه توافقی بود، گرچه شما با توجه به سنتون توافقتون معنا نداشت، رابطه رو ادامه دادید. اوکی. چه مدتی طول کشید؟ چقدر؟ 4 سال. اوکی، ولی این مثلا یک در هفته یا ماه چند بار بود و بعدم کجا اتفاق می افتاد که شما میتونستید با او رابطه داشته باشید؟
2-3 ماه یه بار بود زنگ میزد و خونه خودش بود. خونه خودش. چرا بیشتر نبود؟ نمیدونم. اوکی. دوست نداشت منو یا نمیدونم دیگه، بیشتر از این انقدر شد شلوغ دخترهای دیگه بود و همه میگفتن. یعنی نوبت شما نمیرسید؟ احتمالا بله. احتمالا. خب دکتر ایشون حالا از این کارا زیادم کرده بود، حالا به هر رو که امیدوارم دختر دیگه تو سیتویشن با هم باشن شاید بشناسه شده. به هر دکتر من از این تایم گذشتم و 18 سالم شد و اومدم تازه خونه پدر مادر مسئول و فرمودعا و پیش اونا زندگی کردم. تازه مادرم رو شناختم و دیگه اونجا اینا با من شروع کردم و دوباره دکتر پدر من با یه خانم دیگه دوباره ارتباط برقرار کرد. خونه ما تریاک و مواد مخدر. مامان منم دیگه مجبور شد که کارش رو استعفا بده، یعنی بازنشستش رو بیاد خونه که به قولی از من نگهداری کنه. و دکتر شما همیشه تو فرمایشتون میگین که دختر حالا بچه تا 7 سال 9 سالگی یاد میگیره، بعدش دیگه اصلا هیچ. آخه نه من چرا با تو حرف میزنم؟ برای که نمیفهمم عزیز. مادر قراره بچه 4 ساله یا 8 ساله یا 12 سالش مواظب باشه، مادر بره 18 یا 20 سالگی برگرده به خاطر اینکه مواظب دخترش باشه؟ خب بله. خب همین کارهای شما وارونه است. مثل امروز مردمی که میرن بچه دار میشن، بعد میرن عروسی میکنن، بعد میرن نامزدی میکنن، بعد میخوان هم دیگه رو بشناسن. یعنی کارا وارونه شده. مال شما اینه که پدر و مادر شما یا مادر شما تا 18 سالگی بچه‌شون رو به مادرشون و خواهرشون میدن، 18 سالگی میاد، بعد میرن از کار خودشون رو بازنشسته کنن، میان میشن تو خونه که دختر مثلا 18 19 20 سالشون رو بپان. واو. اوکی. و دکتر من فکر میکنم واقعا به زورم قرار گرفتم. یعنی خب حالا بالاخره یه ذره تندتر بگیم، چون هنوز برای من مسائلی مطرح بود پرسیدم. خب شما آمدید خونه و چه شد؟ الان 30 سالتونه درسته؟ بله. خب چی شد بعدش از این؟ دکتر من الان مثلا من نگاه بکنم شاید 24 سالم، چون خیلی کودک موندم. دکتر من اولا عاشق مرد بزرگتر از خودمم، یعنی چون پدر درست نداشتم عاشق، اصلا دوست دارم یه مرد مسئول محترم و خیلی آروم. البته متاسفانه فعلا تو زندگیم پیدا نشد. و مثلا اینه که دکتر تو این مدت هم که مادرم مدت ها مریض بود و من الان اصلا واقعا دکتر نمیدونم باید چی کار بکنم، مخصوصا با این مسئله خیانت خاله. نه حالا اونا به شما عزیزم، شما نه پدر داشتید نه مادر داشتید که اصلا بود و نبود و خیانتشون اهمیت داشت. اون راه کن. خودت درسی چیزی خوندی، مهارتی کاری داری؟ بله من پرمنور روانشناسی خوندم اما درست حسابی ادامه ندادم. توی مؤسسه کار میکنم هفته 2 بار. ولی راستش برای پول نیست. این پولی تو بانک مادرم گذاشتم و از اون ماهیانه. خب میگم آخه من برام مهمه دو چیز برای من مهمه. یکی اینکه درسی بخونی، مهارتی داشته باشی، کاری بکنی، و دوم ازدواج بکنی. خب مورد اول خب اونو هر چی کردن، خودت آیا یه رشته‌ای یه کاری رو دوست نداری، علاقه‌مند نیستی، در خودت استعداد نمی‌بینی بری دنبالش؟ تنها شاید چیزی که بخوام دوباره ادامه تحصیل دکتر، نه چیز دیگه. دنبال چی بری؟ فقط میتونم ادامه تحصیل بدم. خب برو بده. خب اون یکی از بهترین کاراست. به هر حال یه مدرکی بگیری که بر مبنای اون بتونی کاری بکنی و به هر حال زندگی تو بگذارونی، چون معلوم نیست زندگی تو چی میشه. اون قسمت خب قسمت مربوط به رابطه و ارتباط و خب درباره زندگی و رابطه شما یا اصلا اصولا پرسش رشته تحصیلی اینا که مشخص شد، حرف دیگری داری خودت بزن. ولی من میخوام ببینم که دنبال چه هستی تو زندگی برای ازدواج و تشکیل خانواده. دکتر من چند تا چیز نوشته بودم، اگه اجازه بدین اینا رو حتما براتون بگم. من این فیکس آیدیایی طبق فرمایشات شما تو من به وجود اومده که من ضعیفم و حتما باید کسی در کنار من باشه تا بتونم کار کنم یا تیم ورک باشه.
الان زندگیم بی درد و بیرنج هست از نظر مالی، ولی موفق نیست. وسواس دارم دکتر، کمالگرایی یا همه یا هیچ. افسردگی فکر میکنم داشته باشم، خشم و عصبانیت و عدم تعادل دکتر دارم. مشکل نه مخصوص صبر کنن اونا رو فهمیدم. عدم تعادل یعنی چی؟ یعنی دکتر تو زندگیم تعادل اصلا ندارم. یعنی مثلا هیچی منظم نیست در جاش. یه چیزی رو مثلا 70% انرژی رو میذارم، یه چیزی رو 20%. اصلا همگون نیست زندگی. آیا ممکنه که یه ذره حالت مثلا یه مدتی بری دنبال یه چیزی بعد ول کنی بری دنبال چیز دیگه؟ 100% درست. اونه بیشتر. اوکی. خب دیگه؟ و دکتر تردید، دودلی، ترس شدید دارم جدیدن، بی‌ثباتی، همه کارام نصفه و نیمه است. و یه مسئله دیگه که دارم اینه که مثلا میگم دارن پشت من حرف میزنن، یا اینکه خودم و دکتر جدیدن از چشم طرف مقابلم میبینم. اینو جدیدن اینجوری. حالا اون که اشکالی نداره، اون که کمک میکنه آدم بتونه روابطش رو بهتر تنظیم کنه. اون که به هر حال خب آخه دکتر یه جوریه که من مثلا مواظبم که شما مثلا من حرف شما رو استاپ نکنم، یا مثلا یه چیزی نگم. یعنی همینجوری که دارم حرف میزنم مواظبم که چیزی نگم. نه اون یه چیز دیگه. نه این که جای اون نیست. اون حرف عبارت از این است که من برای خودم میخوام ارزش و اهمیتی قائل نباشم، نشون ندم که به دنبال چیزی برای خودم هستم، به حساب خودم خودخواهیمو نشون ندم، آمادگی خودم رو برای محبت و خدمت به دیگری نشون بدم که اون همون زمینه مهرطلبیه. ببین عزیز، حرفایی که تو میزنی با توجه به شناختی که داری به من یه چیزی رو میگه. به من این رو میگه که تو رو تیکه تیکه کردن، بعدم به خاطر این که تیکه تیکه کردن یه قسمت ها 2 برابر شده، قسمت ها نصف شده، قسمت ها 4 برابر شده. تو احتیاج به یه روانشناس خوبی داری که بتونه اینا رو 2 مرتبه اندازه کنه سر جاش بگذاره. یعنی درست مثل یه پازلی که به هم ریخته است اینا رو سر جا بذاره، چون حرفات اینا نشون میده. یعنی فرض کن تو رو کمکت کنه که به یه مرحله خوددوستی برسی و یه خودباوری داشته باشی و در این حال واقع بینانه کمکت کنه که بفهمونه توی دختر باهوشی هستی که به راحتی مثلا توان اینو داری که دانشگاه تو ادامه بدی، حتی دکتراتو بگیری. نه اینکه تشویقت کنی، نه اینکه بی خودی لیلی بلالات بگذاره، نه، واقع بینانه با یه شناخته بشه بگی پس این که قسمت درست. دوم برگرده به فرض کن اینکه درباره خودت چه نظر و عقیده‌ای داری، یا همین مورد آخری که اشاره کردی، اون جایی که تو میخوای خودتو جای دیگری بگذاری، از جانب دیگری به موضوع نگاه کنی، اون عیب و ایرادی نداره. اتفاقاً مشخصه یه روانشناس اون حالت ایمپاتی، یعنی خود رو جای دیگری گذاشتن در همه زمینه‌ها غیر از احساس، چون اونجا که بیاد میشه سیمپاتی، هم دردی. این اصلا کار روان درمانگر یه همچین توانایی. پس اونجا نه برای خودت نه برای کارت اشکالی وجود نداره. ولی اونجایی که میرسه که میخوای یه جوری دیگران رو خوشحال و راضی کنی، اونو باید از تو بیندازه، چون ما به این دنیا برای این کار نیومدیم. یا اونجایی که یه مقداری ترس از نبودن، رها شدن، تنها شدن، جدا شدن داری، اینا رو کمکت کنی که بله این حرفا درسته، ولی مال وقتی بود که 3 سالت بود یا 7 سالت بود. این حرفا مال آدم 30 ساله نیست. و بنابراین این کسانی که تو میخوای این باشن و این نباشن چه اینجا میشه، بود و نبودشون فرقی نمیکنه. تازه بسیاری از اوقات اگر اون گونه که خوب و درست و مناسب باید باشن نیستن، همون بهتر که اصلا نباشن. یعنی ببین عزیز، برخی از اوقات من مشکلم اینه که باید قدم رو کوتاه و بلند کنم. خب اون نمیشه. برخی از اوقات یه ذره وزنم رو باید کم و زیاد کنم، میشه. اما برخی از اوقات من قراره لباسم رو عوض کنم. خب اون خیلی راحت تره. بنابراین تو حرفایی که من میزنی بوی تغییر قد رو نداره که من نگران بشم بگم تو به دنبال غیر ممکنات یا موضوعهای نشدنی هستی. تو احتمال داره از نظر روانی 10 کیلو
چاقتر یا لاغرتر از اون چیزی باشه که باید باشی. خب اینو میشه درستش کرد. ولی بیشترین حرفایی که تو الان به من میزنی بوی تغییر و یا درست و مناسب بودن لباسته برای جایی که میخوای بری، که اون فقط کافی زدن بدونه و ضمناً بتونه انجامش بده و هم میدونی هم میتونی، پس انجام شدنیه. چون ببین عزیز، حرفایی که تو به من میزنی نشون دهنده است که تو توی اتومبیلی بودی که تصادف کردی ولی یه جوری سالم در رفتی. یعنی شرایط تصادف طوری بوده که در تو حول و ولای تصادف رو به وجود آورده ولی آسیبش رو به وجود نیاورده، چون از حرفات پیداست. و بعدم اینقدر این ماجرای مادر بزرگ و خاله و دور بودن از پدر و مادر تو رو به مقدار زیادی به یه مرحله از توانایی ها رسونده. خوشبختانه اون چیزی که خطر تو میتونست باشه رویا یا خیالی بودنته که نیستی. ممکنه به عنوان رویا و خیالی داشته باشی ولی این خیلی متفاوته که آدم واقعیت ها رو رها کنه و بره. چرا؟ برای که چوب سخت واقعیت به تو خورده و بنابراین هر زمان که خواستی پری در بیاری و پرواز کنی تو رو به زمین کوبیده و بنابراین از یه جهاتی واقع بین هستی. اتفاقا برای رشته روانشناسی هم خوبی، یعنی شاید برای این کار اگر دنبالش رو بگیری که امیدوارم بگیری، چون توانایی هوشیش رو داری و ضمناً یه نوعی زندگی رو تجربه کردی که مثل آدم که همه دور دنیا رو گشته، آدم میخواد با مسائل فرهنگی و یا اجتماعی جوامع مختلف آشنا بشه، بیخبر نیستی که در رؤیا و خدع باشی. بنابراین من مثل تو رو ببین عزیز، یه جالبه با وجود همه این آسیبا تو رو مثل همیشه مثالی که میزنم این است که رانندگی بلدی، اتومبیل هم داری، پول هم داری، بنزین هم داری، آدرس گم کردی. خب معلومه 2-3 ساعت تو شهر داری میگردی و به جایی نمیرسی و بنزین تمام میشه، ولی این ناشی از این نیست که آسیب عمیقی خوردی، اتومبیل نداری، پول نداری، رانندگی بلد نیستی، آدرس گم کردی. بنابراین یه روانشناس خوب خانم تو این زمینه میتونه کمک کنه. اما در جهت روابطت من نگرانم. یعنی نگرانم که انتخابات غلط باشه یا به دلیل همه اون آسیبا انتخاب درست و خوب رو خراب کنی. یعنی میشه گفت 1 الان تو کالای ازدواج نیستی، 2 کمی مرد خراب کنی. مرد سالم آمدن تحویلت بده، یه 6 ماه بعد گندیده فاسد میاری تحویل میدی. برای اینکه هم الگوهای رفتاری تو مسئله است، هم ذهنیتت، هم حوادث و اتفاقاتی که تو این زمینه افتاده. اینجا ای بسا یه روانشناس دیگری میخوای، نه اولی، چون اون باید توی اون سطح و رویه زندگی تو کار بکنی. یکی دیگه که حتما دومی حتما باید خانم باشه. اولی حالا خانم آقا بودنش جای گفتگو داره، ولی اونم ترجیح من یه روانشناس خانم خوبه. دومی یه خانم، یه روانشناس دیگری باشه که اصلا وارد اون بحثا با تو نشه، بتونه کمکت کنه که تو بتونی یه شناخت بیشتر و بهتری از آنچه که واقعا هستی و از آنچه که میخوای پیدا کنی و کمکت کنی که در ارتباط و رابطهات یا غلط انتخاب نکنی یا چیز درست رو خراب نکنی. و اون احتیاج به یک کمک و راهنمایی جدا داره. بنابراین اگر امکانشو داشته باشی، صلاحیت هم هست، خودت هم میتونی بخونی، تو 2 تا روانشناس بخوای. یه روانشناسی که به زندگی روانی اجتماعی تو برسه و یه کسی که فقط به مسئله رابطه و ارتباطات تو برسه. و چون اینا مخلوط کردنش مسئله است، بعدم تحت تاثیر یه زمینه‌ای از اون بر قرار میگیره، میتونن اونا با هم حرفی بزنن، گرچه راجع به اونم شک دارم، ولی در حقیقت هر کدوم به قول معروف دیپارتمان خودشون رو دارن. درست مثل کسی که میره یه جای خرید میکنه، جاش میره سلمونیش. درسته به هم مرتبطن ولی کاملا با هم مختلفن. درسته. من راجع به روابطم چند تا مشکلی که برام اینه که خیلی زود وا میرم به قول معروف، و دومی که خیلی زود طرف رو انگار وقتی میشناسم دیگه برام خیلی جالب نیست. خب برای که اصولا نه ماجرا اون نیست. ماجرا این است که تو از رابطه میترسی عزیز.
ابتدا چون دست بالا رو داری و با بازیات به عنوان یه دختر که آشنا هستی میتونی کنترل رو داشته باشی، پیش میری. ولی بعد از این که رابطه نزدیک شد، حالا یه دفعه متوجه میشی که دیگه در کنترل نیستی و اون آدمم معمولاً به دلایلی که به سمت تو اومده موقتی و کوتاه مدت بوده، میخواد بره دنبال کارش، اینه که گیر میافتی. به همین جهت که تو آمادگی ازدواج نداری. یعنی میدونم بفهمم آسیبه کجا. اون یه جنبه پیچیده ی توه. یه روانشناس خانومی که خوب و مسلط باشه رو احتیاج داری. یکی دو سالی هم وقت میبره، یعنی با 50-100 جلسه درست میشه. اتفاقا قسمت اولت هم یه همچین عددهایی میخواد. برای اگر توان مالیشو داشته باشی، دوتا رو پیدا کنی همزمان، ولی هر کدوم قسمت خودشون داشته باشن، البته در کلیتش اونا باید بدونن، ولی با یکی توی روابطت و فقط روابط در حقیقت میان یه زن و مرد کار میکنی و ازدواج، و دیگری برای همه بقیه زندگیت، این کار بتونی توی یکی دو سال انجام بدی. ولی الان ابدا کالای ازدواج و ای بسا حتی پدری و مادری هم نیستی، برای اینکه اون سابقه و دکتر تجربه. من فرارم. دکتر من واقعا ببخشید بس حرفتون، من دوست دارم که از این خونه واقعا فرار اونو کنم، یعنی میفهمم. واقعا نه برم. نه، اونو من موافقم اگر امکاناتش باشه، صلاح توه، ولی مشروط بر اینکه با توجه به اون احساس جدایی یا تنهایی میکنی یه دفعه درگیر مردان مختلف و متفاوتی نباشی که سر راهت پیدا میشن، چون اونجا میافتی به یه بیراهه دیگری. نه اینکه بگم خانه حافظ توه، ولی شاید اگر حتی یه دوست خوب پیدا کنی، یه خانومی، و با هم خونه بشید و اون به یه اصولی پایبند باشه و به هم دیگه کمک کنید که بتونه ماجرای احساسهای خاص تو رو مربوط به جدایی و شاید هم کمی تنهایی، که اون البته خیلی از جانب یه همخونه اتفاق نمیفته، ولی روانشناسا میتونن کمکت کنن، چون اگر تو حوصله‌ات سر بره معمولا میزنی بیرون و از کنترل خارج میشی. و به همین دلیل بله دقیقا سرعت هم ولی بعدش، خب بعدش چون میدونی مثل چی اون عزیز، مثل اینونه که من گرسنم دنبال رستوران میگردم، خیلی هم برام مهمه رستورانم که دیدم خوشحال میشم میرم، ولی بعد از که سیر شدم که من دیگه رستوران نمیخوام. و همیشه گفتم اونای رستورانی که اول پولو میگیرن من خیلی باشون راحت تر هستم، برای که حالا چون گرسنه‌ام حاضرم پول بدم، ولی بعد از که سیر شدم من برای چی پول بدم؟ من که دیگه نمیخوام چیزی بخورم. ولی خب اونا میگن قبلا خوردی. یعنی این تفاوت اونجا مطرحه. بنابراین ببین عزیز، تو اگر یه ذره مواظب و مراقب خودت باشی و حوصلت از خودت و زندگی و جدایی و خالی بودنات به سرت نزنی که دست گلاب بدی، میتونی از این مهلکه، از این کوره آتش و یا از این آتش فشان بیای بیرون و الا از بین میری. برای اینکه در این عالم حساسیت ها و شکنندگی های تو طوری است که اگر دیگران یه مشتی آدم بهشون بزنه استخوناشون خورد نمیشه، تو با یه تلنگر شاید خورد بشی. به نظر قوی و نیرومند میای، ولی واقعیتش اینه که خیلی آسیب دیدی و بنابراین یه جوری خودتو سر هم نگه داشتی. ولی اگر فشاری سنگین به وارد بشه. جان درسته. من ببخشید ببینید دوستو، من در رابطه و با خودم اولا که افکار خیلی منفی جدیدن میاد، حالا شاید اونا رو میدونم، نه رو وارد اون بحثا نشو. من اصلا نمیرسم عزیز که برسم به تو همه زمین ها. یعنی این همون کاریست که باید با روانشناست بکنی عزیز. من دارم به تو میگم مثل اینمونه که آدمی افتاده تو جوی آب، یه ذره بدنش هم زخم شده، اونجا کمی هم لجن بوده، به لباسش سر و صورتش مالیده، همینجوری خیلی بده. ولی با یه حمام، با یه مقدار پانسمان، با تغییر لباس و اینا همه چی عادی میشه. بیخوری نرو دنبال این که بخوای الان گفتگو با من رو به جای دیگری برسونی، چون من و تو در یه بحث کلی یه شهر صحبت کردیم. برای من تو آشپزخونه نبر که حالا این بشقابا رو بذارم یا این مجموعه قاشق و چنگالا خوبه یا بده. نه اونجا منو نبر. درسته. ولی اونو لطفاً و حتما
با 2 خانم روانشناس انجام بده. اگر تو برای این کار یه پولی بگذاری، این بزرگترین سرمایه تو و سرمایه گذاری تو هست که تو رو با ضرر و زیانهای سخت و سنگین آینده روبرو نمی‌کنی، چون توانشو داری عزیز. تو توانشو داری. اگر از این مسیر بیای، از این طوفان میای بیرون و خلاص میشی. ولی اگر راههای 4 تا 5 تا راه ساده‌تر، راحت‌تر که دور برت بری، تو رو غرقت میکنه و از بین میبرد. بنابراین مواظب خودت باش. خوشحالم شدم باهات صحبت کردم عزیز.